سلام بچه ها، من اومدم تو این ویدیو بهتون چند تا چیز یاد بدم. شما یه خونه دارید، با دوستاتون وصل میشید، بازی میکنید. بعد دوست دارید یه چیزی داشته باشید که بقیه دوستاتون نفهمن آیتمات کجاست یا مثلا برش دارن. تو مثلا یه دونه این شکلی تلویزیون مانند میسازی، یه مبلی این شکلی هم میسازی. بعد ببین مثلا تلویزیون یا همین تابلو باید یه چیزی پشتش باشه که بتونی سوارش کنی مثلا روی دیوار. مثلا ببین من الان میکنم، ببین اصلا اونجا مثلا اون تابلو که من میخوام نمیشه. میام یه دونه از اینا خب الان ببین بعد میکنم میرم پای. بعد حالا ببین تابلو رو زدی اومد. یه چیزیه که مثلا میذاره تابلو بیاد و دوستاتون نمیفهمن که مثلا تو اینجا چه چیزی قایم کردی یا ممکن اصلا اون شکلی باشه یا کجا قایمش کردی. تو میای یه محوطه رو درست میکنی، مثلا این شکلی میکنی بین من دارم چطوری میکنم. مثلا این شکلی محوطه میکنی، پرش میکنی. مثلا از اون طرف که دیده میشه زیر خونه چند تا خاک میذاری، که از اون طرف هم دوباره داره دیده میشه. میری بالا یه خاطر چند تا میذاری که معلوم نباشه، یا اصلا این بقیه جامعه دیدید خاک مثلا میذاره معلومه مثلا معلوم نشه. الان معلوم هست مثلا اونجا یه چیزی هست. نه بعد اینو میذارید، حالا اینجا رو پر میکن. کوچولوه اما باز خوبه. مثلا باز میکنی و این اینو توی اتاقی داری که معلوم نیست اصلا هست. اینم چست، همه چی میتونی بذاری توش. بعد یه این شکل میذاری میزنی. میریم اینجا، میریم یه نردبون برمیداریم میزنیم به خاک. حالا شد به این اصلا الان میشینیم. مثلا تو چست هرچی خواستی میذاری. مثلا میری بالا اومدی بیرون. ببین اصلا معلوم نیست، کسی فکرشو نمیکنه که پشت این تابلو میتونه یه اتاق مخفی باشه که این میتونی تو چستش مثلا وسیله بذاری. چه خوب. یا مثلا تو یه سگ داری، میریم اون سخون برمیداریم ببین مثلا بهش سخون میدی رامش میکنی. تو از قلاده قرمزش دوستش نداری، میتونی یه رنگ برداری بزنی روش. الان قلادهش آبی شد. خیلی رنگ ها هست، ببینید این کلا این رنگ ها رو میشه زد. مثلا من یه دونه چی رو انتخاب کنم بزنم، زرد میزنم مثلا. اون زرد شد. حالا اینم هست. یا مثلا یه آدمی داری، مثلا دوست داری خوشگلش کنی، مثلا کلا ندرایتی نمیپوشی، ندرایتی میپوشی کلا. حالا کله رو میذاری. ببین الان یه کله جدید داری، کل کله ها رو میتونی بذاری. مثلا این کلیپر، زومبی،
دراگون، مثلا اسکلتون، پیگلین،